روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در 10 دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعها از وضع فرودگاه کابل و تمرین مخالفین طالبان در وادی پنجشیر، انجام تحقیق پرونده حامی حقوق مهاجران عزت امان در تاجیکستان و تحلیل کارشناس درباره زنازنی مهاجران کاری در روسیه خبر می‌دهیم. پس از گرمای شدیدی چند روز اخیر که کمیته حالتهای فوق‌العاده حتی از احتمال آمدن سیل بر اثر آبشوی پیریخ‌ها هشدار داده بود، حرارت هوا در اکثر مناطق تاجیکستان اندکی معتدل شد. موافق معلومات آژانسی باد و هواسنجی تاجیکستان، حرارت هوا در دوشنبه امروز با 35-37 درجه گرمی نیم ابر و ببارش خواهد بود. ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی با اشاره به احتمال حمله‌های تروریستی به شهروندانشان هشدار دادند که از منطقه‌های اطراف فرودگاه کابل دور شوند. بعد اشغال پایتخت افغانستان از طرف طالبان، هزارها نفر تلاش دارند توسط فرودگاه کابل افغانستان را ترک کنند. کل کابل ببینید که میجا آمده. فکر کنم کسایی که اسناد هم داره آمده، کسایی که بی اسناد هم آمده. و بیادر قنی طوری که معلوم میشه دروازه به انگلیسی هم نوشته کرده و فارسی هم که بسته است. ولی ما نمیفهمیم که چی کنیم، کجا بریم، در کدام مدرک مراجعه کنیم، این مشکل ما میشه یا نمیشه. روزهای اخیر شهروندان خارجی و افغانهای همکار ایالات متحده آمریکا و کشورهای پیمان ناتو به طور گسترده افغانستان را ترک میکنند. طبق نقشه انتقال مسافران 31 اوگوست به انجام میرسد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان احتمال حمله‌های تروریستی را بیشتر میکند. در افغانستان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی حضور دارد. دیروز وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در فرودگاه کابل 10,000 نفر منتظر ترک افغانستان میباشند و در دوام 10 روزی که طالبان کابل را اشغال کرده‌اند، ایالات متحده آمریکا و همپیمان‌هایش 88,000 نفر را از افغانستان بیرون برآوردند. در زمانی که طالبان به تقسیم وظیفه‌ها در کابل شروع نموده‌اند، مخالفین آنها تمرین و یا پترول یعنی گشت‌ها در دره پنجشیر را سر کرده‌اند. رهبری این گروه‌های سلاح به دست را احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، بر عهده دارد که در سالهای جنگ شوروی و بعد در سالهای جنگ با طالبان دره پنجشیر افغانستان را تحت تصرفش قرار داده بود. روز 22 اوگوست در صحبت با خبرنگاران احمد مسعود اظهار امید کرد که از راه مذاکرات با طالبان همه مشکلی‌ها حل می‌شوند، ولی او افزود نیروهای زیر فرمانش به جنگ آماده‌اند. طالبان در گرد و اطراف دره پنجشیر موقع گرفتند. طبق اخبار رسیده، طالبان با اسلحه معاصر که از ارتش افغانستان غنیمت گرفتند، دره پنجشیر را از هر طرف احاطه کردند و می توانند این گوشه افغانستان را از نقطه نظر اقتصادی در محاصره قرار دهند. عزت امان، حامی بازداشت شده مهاجران، با 2 دعواگر برای مبلغ 200,000 سومانی روبرو کرده شد. گفته می شود او اعتراف کرده است که واقعاً از این افراد قرضدار است. نام این 2 نفر که به خاطر خلل نیفتادن به جریان بررسی پرونده ذکر نمی شود، دعواگران آخرین بودند و با همین پرونده عزت امان جنبست شده به زودی با عیبنامه قلابی به دادگاه ارسال خواهد شد. سید برهان شریفوف، وکیل مدافع عزت امان، روز 25 اوگوست به رادیوی آزادی گفت روبرو نمودن زیرحمایه‌اش با 2 دعواگر در بازداشتگاه صورت گرفت و با همین پرونده جنبست شد. محمد یوسف خالف، پسر عزت امان، گفت یکی از دعواگران طلب 120,000 سومانی را داشته، نفر دیگر برای 80,000 سومانی ادعا نمود. خالف افزود که پدرش قرض را اعتراف کرده است. پیوندان عزت امان میگویند حجم اصلی قرض پدرش
از دعواگران بیش از 1 میلیون سومانی است. قبلا دادستانی کل قرض حامی مهاجران را 630,000 روبل و 1,000 دلار آمریکایی اعلام کرده بود. عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال روان از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از 1 روز درباره بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصاً کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. یک حامی حقوق مهاجران در روسیه می گوید ظاهراً زنازنی های عاموی میان مهاجران در روسیه هدفمندانه از طرف گروه پیش از انتخابات پارلمانی این کشور سازمان داده شده است. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در یک همایش آنلاینی در رابطه با افزایش زنازنی عاموی میان مهاجران در روسیه گفت مشاهده ها نشان می دهد که مهاجران پس از تماشای نوارهای برانگیزنده در شبکه‌های اجتماعی به لطوکوب همدیگر می شتابند. او می افزاید مشاهده های ما نشان می دهد که این نوارها به زبان ازبکی، قرغیزی، تاجیکی از طرف شخصانی آماده می شوند که خود با این زبانها خوب صحبت نمی کنند. این دلیل از آن شهادت می دهد که گروه این گونه نوارها را هدفمندانه تهیه و در گروه‌های خاص در شبکه‌های اجتماعی پهن می کند. چوپیک می گوید هدف این نوارها به هم شورانیدن مهاجران است و احتمال این کار را گروه‌های منفعت‌دار قبل از انتخابات پارلمانی در روسیه هدفمندانه تشکیل کردند تا مهاجران را در چشم جامعه یک طایفه تبهکار همچون طایفه تبهکار و افباش نمایش دهد. ماه سپتامبر سال روان در روسیه انتخابات پارلمانی دایر می شود. در گذشته هم قبل از معرکه‌های انتخاباتی در روسیه موضوع مهاجران داغ می شد. شماره مهاجران کاری تأمین با شغل رسمی در شهر سنت پترزبورگ روسیه به تدریج بالا می رود. علی کاپیتانوف رئیس کمیته روابط بین قومی این شهر روسیه به خبرنگاران گفته است فعلا نزدیک به 142,000 مهاجر برای گرفتن مجوز یا خود پتنت به نهادهای دولتی مراجعت کردند. سال گذشته این شماره کمی بیش از 98,000 را تشکیل میداد. روزنامه نیوسکی نووستی این افزایش را با سبک شدن وضع اپیدمیولوژی مربوط دانسته است. منصبدار روس علاوه کرده است که مهاجران کاری امکان دارند که در ولایت لنینگراد از پول خودشان ضد کرونا ویروس با واکسن اسپوتنیک لایت مایع‌کوبی شوند. دادگاه حکم حبس پیشکی سروزیر پیشین قرقیزستان تیمیر سریف را به تغییر باقی ماند. سریف در دایره پرونده فسادکاری در کان طلای قمطار بازداشت شده است. بازبینی حبس پیشکی سریف 25 اوگوست در دادگاه شهری بیشکک برگزار شد. وکیلان مدافع سریف از دادگاه خواسته بودند که او را به حبس خانگی فرستد. مقامات قرقیزستان میگویند سریف در زمان وزیر اقتصاد بودنش حجم ضرری از کان طلای قمطار رسیده را کم نشان داده در نتیجه به دولت زیانی بزرگ رسانده است. وکیلان مدافع تیمیر سریف میگویند وزیر نمیتوانست مستقلانه تصمیم بگیرد. طول 2 روز گذشته وکیلان مردمی ارمنستان کمش 3 دفعه دسته‌جمعی زنازنی کردند. در این باره همکارمان خیرامان بقازاده تفصیلات دارد. 3 زنازنی در 2 روز در پارلمان ارمنستان وجود اختلافی شدید در میان اعضای مجلس این کشور قفقاز جنوبی را به نمایش گذاشت. روز 25 آگوست سخنرانی وحی حکوبیان از حزب اپوزیسیونی هستند هنگام انتقادهایش از نخست وزیر نیکول پاشینیان که او را یک پاپولیستی دروغگو نامید ناگهان قطع شد. عضو حزب سازش شهروندی پاشینیان و هنگ الکسانیان حکوبیان را مشت زد. بعد این هر دو به زمین افتاده نمایندگان هر دو حزب به لطوکوبی همدیگر پرداختند. از این پیش همان روز 25 آگوست هایک سارکسیان دیگر عضو سازش شهروندی پاشینیان هم وقتی سخنرانیش وزیر دفاع سابق را یک خائن نامید و بعد این به سویش شیشه های آب پرید. ارمنستان تیرماه پارسال در یک جنگ 44 روزه با آذربایجان بر سر منطقه جدایی طلب قراباغ کوهی مغلوب شد و قلمروهای را از دست داد. بعد زنازنی ها رئیس مجلس مجبور شد که برای تامین نظم و ترتیبات جلسه ها خادمان امنیتی را دعوت کرد.
در شهر دوشنبه با سرمایه‌گذاری بانک جهانی شبکه آب و کورز نوسازی می شود. در صورت انجام این لایحه تأمینات 120,000 ساکنی ناحیه سیمای پایتخت با آب آشامیدنی بهتر خواهد شد. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 26 آگوست بانک ملی $1 ایالات متحده آمریکا را 11 سومانی و 32 درم، 1 یورو را 13 سومانی و 30 درم و 1000 روبل روسی را 152 سومانی و 30 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضر به پایان میرسد. خدا حافظ شما.